بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خیر مقدم به تمامی دوستان و فارسی زبانان. منظور من فقط هموطنان عزیز ایرانی خودم نیست، فارسی زبانان کل دنیا، از ازبکستان، تاجیکستان، برادران افغان زبانمان، ایرانی های عزیز، جانان دل، سلامی به بزرگی و پهنای ایران زمین، سلامی به گرمای خوزستان و آفتاب داغ جنوب و از صمیم اعماق وجودم، از صمیم قلب، از سردترین نقطه جهان هستی، یکی از سردترین مناطق جهان در فصل‌های زمستون و پاییز منظورم، دارم خدمت همه عزیزانم و هدف از این ایجاد این کانال این بود که بتونم حداقل الان با وجود مسافت طولانی که بین من و شما و کشور عزیزمون هست در این برهه، بتونم حداقل کاری انجام بدم به کوچکی ارزن و اون روشن کردن نظرات و کمک به دوستان عزیزم، خواهران و برادرانیه که شاید در گرفتن تصمیمات مهمی مثل انتخابات ها، مثل طرز حتی برخورد، حتی طرز فکرشون نسبت به مسئولین مهم کشور و لشکر نظامی و سیاسی کشورمون شاید بتونه تغییر بکنه. البته منظور من این نیست که بخوام کسی رو به خدای ناکرده زبانم لال نفاق به وجود بیارم، فقط میخوام روشن و آگاهتون بکنم هرچی که ملت ایران در این سالهای اخیر بسیار 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 آگاهتر از گذشته شده، به شکر و خدا و آزادی که رهبرمون در اختیار گذاشته. اما باز هم باید همه همدیگه رو آگاه کنیم. حتی شما هم میتونید از چیزایی که من با خبر نیستم و 100% نیستم، چون که من عالم ده نیستم، به من کسانی به خاطر اون ارق میهن پرستی که مثل من دارن و شماها یه سری مسائل رو با من، چون میدونن واسه مهم، اهمیت میدم به این مسائل، در جریان میذارن منو در این موارد. منم میام با شما مطرحش میکنم. حتی اگر فکر میکنید چیزی رو من نیاز دارم که بدونم، حتما کوتاهی نکنید، آگاه هم کنید. من خیلی خوشحال میشم که کلمه‌ای، حتی کلمه‌ای به اطلاعاتم اضافه بشه. در بخش اول صحبتام خب معرفی خودم بود. من کیانوش شهسوانی فر هستم، همون شهسوانی میتونست صدام کنید یا حالا به هر حال مورد خطاب قرارم بدید. خیلی خوشحال میشم که به یک سری بحث‌های مهمی که با هم مطرح میکنیم یا من به شما میگم یکم با دید بازتر نگاه بکنیم و سعی کنیم که حداقل تو تصمیم گیری هامون در آینده برای کشور عزیزمون دوباره موظف یا ناخواسته دست به اشتباهاتی که در گذشته، حتی تا همین 1 سال پیش بعد از شهادت جناب آقای رئیسی و اون اتفاق تلخی که ایجاد شد، اتفاق افتاد، اشتباه دیگری کردن به خاطر اون جفسازی ها، دروغ های سیاسی و هدف های شوم و سیاهشون، یک سری دروغ های خاکستری به ملت گفتن و همین باعث شد که مردم رو بترسونن همین حزب اصلاح طلب یا تجزیه گران ایران یا
خائنین بالفطره به رهبری و کشور و مردم ایران در داخل کشور با ظاهری خیلی یقه بسته و ریش و از این صحبت ها هستن، همه جا هستن. در بالاترین مرسومات نظامی وجود دارن این اشخاص تا بالاترین رتبه ها، حتی در بیت رهبری هستشون، ساختمان ریاست جمهوری هستن، مصلحت نظام هستن، شورای عالی امنیت ملی حضور دارن، همه جا تخم‌ریزی کردن و ما باید با گرفتن تصمیمات عاقلانه مانع از موفقیت اینا بشیم، وگرنه اینا هیچی رو جز دزدیدن ثروت کشور، بردنش به حسابهای خودشون در خارج از کشور، کشورهایی مثل همین انگلیس، امریکا، کانادا و اروپا که مقصد اکثر این سیاستمداران دزد و حرامزاده ما اول کانادا هستش، امریکا و اگر اونا چیز ندادن انگلیس مستقر میشن و پولای مردم رو میدوزن، خانواده هاشون اینجا انتقال میدن، ثروت های کلانی رو اینجا به وجود میارن. مردم ما در مضیقه باید زندگی کنن، هدف آخرشون هم دزدیدن کل ثروت ایران و یه نونی ته دیگ ایران کشیدن، اون چربیش هم یه لقمه چپ کنن که دیگه هیچی به جز کف دیگ خالی برای ملت نمونه و تجزیه ایران و نابودی زیرساخت‌ها و تمام مسائلی که خودتون بهتر از همه آگاه هستید نیست و به کوری چشم اونها و سلامتی رهبر عزیزمون با خرد، با هوش، ایشون شخصی واقعا باهوش هستن و ما نیروهای نظامیمون مخصوصا بچه‌های حزب اللهی سپاه و ارتش، نیروهای انتظامی، تمام نظامیامون شاید 89 90% 95%شون گوش به فرمان رهبری تا پای جان هستن و الحمدلله تنها کارت برد ما همینان، رهبری و نیروهایی که تحت فرمان ایشونن، به جز یک سری خائنینی که اونها هم به زودی گوششون گرفته میشه و از بین این آدمای پاک کشیده میشن بیرون و به حسابشون رسیدگی خواهد شد. اگر الان این کار رهبری تشخیص میده که انجام نده، فقط به خاطر اینکه میخواد مردم آرامششون فعلا بیشتر از این به هم نخوره. خب هدف من از تشکیل این کانال اولا که گفتم آگاه سازی دوستان، برادران، خواهران، هموطنان عزیزم بود در مورد مسائل روز ایران، در مورد اتفاقاتی که داره در جای جای کشورمون، مخصوصا پشت میزهای کسانی که لیاقت نشستن پشت اون میز ندارن ولی در حال حاضر توسط انتخاب اشتباه خود ملت ایران بر اساس دروغ‌ها و شایعه‌هایی که شنیده شد از طرف همین اصلاح طلب‌ها یا غرب پرستای خائنی که الان داخل کشور هستشون جفسازی کردن و مردم رو راغب کردن که بین بد و بدتر مثلا بد رو انتخاب کنن که پزشکیان بود و آقای جلیلی رو انتخاب نکنن، چون که ایشون یه قاتل، ایشون میاد دخترها رو میگیره تو خیابون شکنجه میده و همه باید چادر بزنن و ماسک بزنن و روبنده بندازن و نه عزیزم، ایشون یه آدم واقعا حزب اللهی حلال خواره، اما اینجوری هم نیست که دیگه بخواد ایرانو بکنه فلسطین همه روبنده بذارن و این صحبت نیست. متاسفانه این دروغیه که کردن تو ذهن مردم و باعث شد که پزشکیانی که تو مجلس حضورش فقط بابت خندیدن بقیه نماینده ها و تحت مسخره قرار میگیره، یعنی مورد تمسخر دیگران قرار میگرفت مدت چند سالی که نمیدونم چه جور نماینده مجلس بود، پیشینه تجزیه طلبانه داره، ایشون یه
پان ترکیسم و تو مجلس هم زمانی که بود کفشاشو مینداخته رو پاش. این رویه راه رفتنی که همین راه رفتن اصلا نباید کسی با این شرایط ظاهری رئیس جمهور کشوری باشه، چون شخصیت اون کشور به نابودی کشیده میشه. باز دستا باز تو اینطوری راه میره. حالا به هر حال گفتم خودم کردم که لعنت بر خودم باید بر نسبت شما. الان ما داریم با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنیم. حتی در دولت شهید رئیسی کی مردم انقدر گرانی داشتن بابت یه ربع کوچیک، اینجوری که من شنیدم 100,000 خورده 1000 تومان پول میدادن. کی روزی 10 ساعت 8 ساعت کمترینش با بی اطلاعی آب قطع بوده، کی برق قطع بوده تو اوج تابستون، کی گاز نبوده، کی اون موقع هم همین مشکلات بودن. ولی شهید رئیسی رفت یه سری مشکلات و اختلافاتی بود با کشورها همسایه آسیای مرکزیمون، اونا رو حل و فصل کرد، دست برادری داد به اونا مثل تاجیکستان، ارمنستان، ازبکستان و اونا رو آورد پشت ایران قرار داد. از سدهای اونا لوله کشی کرد سدهای خودمون و هرگز نذاشت لحظه ای مردم احساس کنن که ما با کمبود ذخایر آبی، گازی، برق و تمام مسائل در مواجهیم و داشتن همه ملت داشتن زندگیشون رو میکردن تا موقعی که قضیه کولیدو سد قزلقرد و کریدور زنگزور به وجود اومد. پیش اومد که ایشون هم برای افتتاح اون سد رفتن آذربایجان شوم و بعد از دیدار علیوف افتتاح اون سد بود که اون مسئله پیش اومد و توسط پهباد و خدا لعنتشون کنه پهباد اسرائیلی و همکاری علیوف نامرد حرامزاده ایشون به دار فانی پیوست و شهادت رو لبیک گفت. از اونجا بود که آغاز دوره‌ای سخت برای مردم بدون اینکه اطلاع داشته باشن شروع شد و حتی زمانی هم که رئیس جمهور نداشتیم، دولت توسط اون 50-60 روز 1-2 ماه توسط معاون اول رئیس جمهوری کنترل میشد. با اینکه ایشون هم شخص خیلی موثقی نیستن، اما خب خوب چرخوندن، نذاش مشکلی آب تو دل کسی بلرزه. اما وای از اون روزی که این پزشکیان اومد روی کار و شروع شد، قیمت ها رو همه برد بالا. خیلی بد در مورد کشور و مردم ایران در سازمان ملل صحبت کرد. سازمان ملل و کشوری که طرف حسابش بود آمریکا بود، دشمن چندین و چند ساله ما که از اسم ایران میترسه. وقتی پزشکیان به عنوان رئیس جمهور ایران میره داخل سازمان ملل و به آمریکا میگه تو رو خدا ما رو آدم حساب کنید و بیاید با ما مذاکره کنید، وای اصلا فکر کردن به این موضوع هم سردرد به من میده. و همین مسائل یکی باعث شدن که اینجوری بشه وضع کشور ما و اسرائیل به خودش جرأت بده بیاد 1000 تا هموطن و نظامیای ما رو شهید کنه، به کشورمون تجاوز بکنه. البته خب نیروهای نظامی ما خیلی خوب و اونجوری تو دهنی بایستادن که دیگه جرأتشو نداشته باشه، ولی خب کار خودشو کرد، چیزی که حتی تخیلش هم نداشت. و تا حالا نبوده مهمان خارجی عضو گروه مقاومتی بیاد تو کشور ما و تو پایتخت کشور ما ترور بشه و این شد. حمله گفتم و خیلی مسائل اتفاقات دیگه، گرانی ها، بی‌محلیات، توهین های ترامپ به ایران و که اگه بخوام بشمارم تمام میتونم بالای 100 مورد مسائل بسیار مهم رو اشاره کنم، بقیهشون میتونیم زیرمیزی هم ردشون کنیم. به هر حال این بود حال و روز ملت که خیلی خون به دل شدن و سخت بهشون گذشت
اما به خاطر شرافتی که داشتن و اون لج و لجبازی عده‌ای نادان و احساساتی که زود قضاوت کردن و تحت تاثیر شایعه های اون اصلاح طلبها و تجزیه‌گرا قرار گرفتن، انتخابی که کردن نتیجه شد پزشکیان نادان و ناوارد. خب مسئله‌ای که من میخوام باتون صحبت کنم در مورد مشکلات ایران در سطح منطقه است. اقتدار ما در سوریه زمانی اومد پایین که نیروهای جبهة النصره یا احرار الشام اومدن حمله کردن به بشار اسد و ایران با اینکه نیرو داشت اونجا اما کاری نکرد. نه اینکه خودخواسته کاری نکرد، اما اونجا یک کشور خارجی بود، ما با قرارداد اونجا بودیم و اجازه جنگ خودسرانه نداشتیم. رئیس جمهورشون با ما درخواست کمک نداد، ما هم چندین مرحله ازشون سوال کردیم و به خاطر اعتماد و ساده لوحی که کرد نسبت به کشور خائن امارات تحت تاثیر قرار گرفت و با قول‌هایی از قبیل حساب شدن جزو ملت‌های عربی و کمک‌های بسیار هنگفت مالی که هیچ کدوم نرسیدن بهش باعث شدن که از ایران کمک نگیره تا روزی که توسط یک هواپیمای سبک وزن روسی از پایگاه ترتوس از کشور خارج شد و خارج شدن بشار اسد همانا و اون آزادی که دنبالش بودن ملت سوریه برای یکی دو روز همانا. و بعد از اون دیدیم که دستهای ترکیه خائن، یکی از دشمنان ژئوپلیتیک و منطقه‌ای کشور ما که در لباس برادر یا دوست همیشه به ایران نزدیکی کرده و سعی داشته از پشت خنجر بزنه و اسرائیل در کار بود و کار به جایی رسید که الان همون داعشی‌های جنایتکار قاتلین جونشون به لب اومده از دست همین ترکیه و اسرائیل و رفتن پناه آوردن به مقاومت و کشور روسیه دوباره. اما خب فعلا نمیتونم در مورد این مسائل حرف زیادی بزنم چون هنوز مراحل اولیه موضوعه و نمیتونم قاطعانه حرفی رو در موردش بزنم. قضیه مهمی که الان ما باید دنبال بکنیم یکی مسئله کریدور زنگزور هستش، به خاطر اینکه کشور ما اگر این راه ارتباطی بین ایران و ارمنستان از دست بده باعث میشه که ایران از قسمت شمال تا جنوب محاصره بشه توسط آمریکا، اسرائیل، آذربایجان و ترکیه که این یک شکست مهم ژئوپلیتیک، تغییرات تو مرزهای جغرافیایی در مرزهای ایران حساب میشه و همین باعث تضعیف زیاد، قرنطینه و تأثیر هنگفت تحریم هایی که ترامپ رو سر کشور قرار داده میشه و مردم بسیار ضربه میخورن، کشور بسیار ضربه میخوره و هر روز ما مسائلی داریم از قبیل چون علیوف یک حرامزاده خائنه که مرزهای خودش رو در اختیار دوستان داعشیش قرار میده و اونا رو میخواد ورود بده به داخل کشور برای ناآرام کردن مرزهای ما و بروز مشکلات در داخل کشور. این کارو میکنه و ما هم نمیذاریم، ولی خب مشغول اونجا میشیم و اسرائیل از اون ور با پهپاد و اینا ممکنه ضرباتی به ما بزنه و ما اینو نمیخوایم. پس یکی رسیدگی به این منطقه کریدور زنگزور یا کریدور شمال به جنوب هستش، بسیار برای ما و کشور روسیه خیلی مهمه. ما یک سری به قول معروف ما بدون دولت داشتیم، کشور میرفت یک سال بعد از رئیسی رو، تا اینکه آقای علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی ایران برگزیده شد توسط رهبری و الان تازه ایران یه سرپرستی فعلا بعد از رهبری
به خودش داره میبینه که دلیل انتخاب ایشون هم چیزی نبود جز بیخردی و بیلیاقتی همین پزشکیان خائن و نادانیش که باعث شد فقط این سمت رو به خاطر احترام به رأی ملت بمونه و بقیه کارهای مهم و سیاستمداریایی که باید انجام بشه از طریق آقای لاریجانی، یه سیاستمدار کار کشته و وارد، حل و فصل بشن. و موضع رهبری که مشخص خط قرمز قرار داده داخل مسئله کریدور زنگزور، آقای ولایتی وزیر امور خارجه دهه 70 ما هم که یکی از مشاوران رهبری حساب میشه الان، جبهه قشنگ و خوبی گرفت در روزهای گذشته نسبت به این موضوع و گفت این یه خط قرمز بسیار سختگیرانه است از طرف ایران. ما هرگز اجازه نمیدیم راه ارتباطی کشور ما با ارمنستان و کریدور شمال به جنوب ما به عنوان کریدور زنگزور توسط کشور آذربایجان، ترکیه، اسرائیل و آمریکا به هر دلیلی قطع بشه و راه‌های ارتباطی ما کلاً قطع بشن. و این بود که ما گفتیم خیلی خوب میشه که ملت ایران بدونن الان باید یک سری تصمیمات گرفت. مردم دیگه نباید چین ستیزی بکنن. مردم ما فکر میکنم که در اون مرحله رسیده باشیم که بدونیم کی خوبه کی بد. اگر پوتین، اگر چین، خیلی از مردم باز احساساتی میگن که چین، روسیه به ما کمک نکردن تو این 12 روز چون ما ازشون نخواستیم، چون همین پزشکیان خائن نامرد وطن فروش برنامه راهبردی 25 ساله ایران و روسیه رو با خارج کردن بند نظامیش به یک قرارداد ناکافی سیاسی فقط تبدیل کرد که اصلا فایده‌ای برای ما نداشت، در صورتی که اگر طبق اون بند نظامی که از قرارداد خارج شد و امضا نشد عمل میشد، اگر به کشور ما تجاوز یا حمله انجام بشه، کشور روسیه با تمام قوا باید از ما پشتیبانی بکنه و اگر به کشور روسیه دست درازی بشه، کشور ما باید با تمام قوا از کشور روسیه پشتیبانی کنه، در کنارش بیسته. ولی باز هم یک کمکی که پزشکیان نامرد به دشمنان ایران کرد این موضوع بود که من فکر میکنم اینا همه به نظر من آگاهانه و با علم به این که برای ایران مضر هستن و عاقبتش چی خواهد شد اتفاق افتادن از طرف این نامرد پزشکیان، که امیدوارم به زودی استحضاء بشه و به این مشکلات رسیدگی بشه حتما، چون مردم نیاز به جواب دارن. نمیشه هر کسی اومد یه جوری انگشت تو سوراخ این ایران بکنه و بره، هیچ کس هم بهش نگه خرید به چند منه. واقعا نمیشه. بالاخره یه روزی باید یه نفر بیاد جواب بده و چه روزی بهتر از این که ترور داشتیم، گرانی داشتیم، بدبختی داشتیم، توهین داشتیم، حمله داشتیم، شهادت داشتیم تو زمان این نامرد خائن، وطن فروش، تجزیه طلب، مسئول پزشکیان. این بی غیرت آخه کیه که دختر خودشو نمیذاره بدون چادر تا یه بیرون در خونش بیاد، ولی بابت ناموس ایرانی به همین راحتی گفت بریزید بیرون لخت و پتی، من باتون کاری ندارم. خب حالا فرق پزشکیان و جلیلی، حالا اون میگفت بیاید بیرون راحت باشید، فقط یه حجاب معمولی داشته باشید، حداقل بدنتون رو یه نامحرم نبینه.
موتون زیاد بیرون نباشه، نمیدونم فلان. ولی مردم ایران، زنای ایرانی به خاطر اینکه حالا نمیدونم چی بگم، خدا ما رو به راه راست هدایت کنه. حالا امیدوارم که فهمیده باشید حداقل از هر 2-3 تا از این خانومای عشق به حجابی یه نفر داخل تهران از عزیزانش از دست داده تو همین 12 روز. از هر 5 تا ما کم میکنیم یک نفر. پس امیدوارم سرتون به سنگ خورده باشه و فهمیده باشید که اشتباه از طرف خودتون بود. چه بسا که اگر جلیلی رئیس جمهور کشور بود واقعا نمیذاشت جنگ بشه، یا اگر جنگ میشد طوری با اقتدار برخورد میکرد که اصلا تموم میکرد قضیه رو، یا اینکه نمیذاشت سوریه از دست ایران در بیاد و بیفته چنگال های قاتل زن و بچه کش اسرائیل. و همین موضوعاتی که قلب من و قلب خیلی های دیگه رو که این موضوعات رو میفهمن یعنی چی به درد میاره. موضوع دیگه ای که من دوست دارم در موردش 2-3 کلمه بگم و بابت امشب قضیه رو ختم کنم، صحبتامو تموم کنم فقط در بحث امشب، اینه که من درخواستم اینه و باید همه ما همراه، همصدا و یک صدا از رهبر و اداره های مربوط و قوه قضاییه، مجلس و هر جایی که هست باید درخواست بکنیم که واقعا مسئول پزشکیان استهزا بشه و استیضاح بشه و جواب بده. خیلی خونها به ناحق ریخته شد، خیلی زندگی ها به ناحق از هم پاشیده شد، خیلی ظلم ها در حق ملت شد فقط تو این 1 سال گذشته توسط همین خائن وطن فروش تجزیه طلب. باید جواب بده. امیدوارم که سرتون رو درد نیاورده بوده باشم و من خیلی خوشحال میشم که همینجوری بیشتر با هم آشنا بشیم و حرف بزنیم. انشالله به زودی لایو میذارم. تو لایوام هر شب 2 نفر دعوت میشن داخل لایو، با هم بحث میکنیم، حرف میزنیم و دوست دارم کانال ما حداقل یکی از کانال‌های مؤدب و واقعا پر از فعالیت و هوش و استعداد باشه تا بددهنی، توهین یا بقیه. اگر با نظرات، طرز فکر من، سیاست هایی که من ارائه میدم و هر موضوع دیگه از سوی من یا هر کسی اینجا صحبت میکنه مشکلی داشتید، اختلاف نظری داشتید، بگید، به والله تصحیح میکنیم، اصلا هم ناراحت نمیشیم. ولی سعی کنیم که اصلا از کلام بدی داخل این کانال استفاده نکنیم تا به یه نتیجه خوبی برسیم. همه تون رو دوست دارم، از راه دور میبوسمتون. آرزوهای خوب و قشنگ دارم برای تک تک ملت ایران، ملت با شرف ایران، و دوست دارم که زندگیتون روز به روز با قل و قم شدن امثال پزشکیان ها و اصلاح طلبها و نامردها و خائنینی که با پررویی تمام خون این ملت رو دارن میخورن و جلومون قدم میزنن، و زندگی مردم پر رونق‌تر و خوشحالتر و شادی به زندگی ها برگرده و سلامتی رهبر عزیزمون آقا سید علی خامنه‌ای. امیدوارم که همیشه سالم و سایه ایشون مستدام بالای سر تمام ایران و ایرانیان باشه، که اگر ایشون زبانم لال لحظه ای نباشه بالای سر ماها و ایران، این گرگ های حرامزاده لت و پارمان خواهند کرد. با امید موفقیت و دیدن شما و همکلام بودن با شما برادران و خواهران عزیز و هموطنان و همزبانان عزیزم در سرتاسر دنیا، مخصوصا ایران عزیز، و
خوشحال میشم از لایک و کامنتاتون که برای من میذارید. خیلی ممنون. وقتتون بخیر. دوستتون دارم. خدا نگهدار تا برنامه دیگه. یا علی. خداحافظ.